داری چی کار میکنی؟ میکاپ میکنم. این چه وضعشه؟ آرایش کردن ترتیب داره. اول از همه باید لنزاتو بذاری، بعد ابروهاتو طراحی کنی، با ژل ابرو لیفتش کنی. بعد میری سراغ پوست. اول مواد چرب و مایع، بعد مواد خشک و پودری. کرم پودرتو که پخش کردی میری سراغ کانسیلر زیر چشم و پشت پلک. اگر کانتور چرب یا مایع داری، اینجا نوبت کانتور کردنه. اگه رژگونه مایع داری، حالا بعد اونو بزنی. بعد از رژگونه میری سراغ فیکس کردن کانسیلر زیر چشمت با پودر فیکس. حالا نوبت پنکیک. بعد از زدن پنکیک، کانتور و رژگونه پودری یا خشکتو میزنی. بعد نوبت آرایش چشم. بعد از زدن سایه، هایلایترتو بزن. از هایلایتر به گوشه‌های داخلی چشمت هم بزن. خیلی خوشگل‌تر میشه. حالا خط چشم، بعدش ریمل. اول مژه‌های بالا رو بزن، بعد مژه‌های پایین. بعد بالم لب میزنی که لبات خشک و ترک ترک نباشه. بعد با خط لب لباتو طراحی می‌کنی. آخرین مرحله هم رژ لبتو میزنی. این شد یه میکاپ تمیز و اصولی. این ویدیو رو سیو کن، حتما به دردت می‌خوره.